خب 2 تا پفکی بافتیم، 2 زنجیره زدیم. روی این 2 زنجیره رج قبل یک پای بلند میبافیم. بقیه پای بلند روی هر کدوم یک پای میبافیم. 6 تا پای بلند رج قبل داشتیم، روی هر کدام یه دونه پای بلند میبافیم. آخرین پای بلند دوباره یک پای بلند میبافیم. حالا داخل این 3 زنجیره که رسیدیم داخلش 2 تا پای بلند، 3 زنجیره و دوباره 2 تا پای بلند میبافیم. دوباره 6 تای بعدی روی هر کدوم یک پای بلند میبافیم. روی 2 زنجیره بعد از پایه ها دوباره یک پای بلند میبافیم. حالا دوباره 2 تا زنجیره و فاصله این 2 تا فاصله هر کدام یک پفکی میبافیم. این رجم به این شکل تا آخر ببافیم. خب آخر رج بعد از اینکه آخرین پایه رو بافتیم 2 تا زنجیره میزنیم و سر اولین پفکی با بس وصل میکنیم. دوباره مثل رج‌های قبل میریم داخل فاصله بعدی یک پفکی اینجا میبافیم. خب بعد از اینکه پفکی رو بافتیم این بار فقط یه دونه پفکی داریم، ما 2 تا زنجیره میزنیم، روی 2 زنجیره یک پایه میبافیم. بقیه پایه ها رو روی هر کدوم یک پایه میبافیم تا برسیم به 3 زنجیره وسط. خب به 3 زنجیره وسط که رسیدیم دوباره 2 تا پایه، 3 زنجیره، دوباره 2 تا پایه میبافیم. خب بقیه پایه هامون روی هر کدوم یک پایه بافته میشه مثل رج‌های قبل. این رج مثل رج‌های قبل ببافین، روی هر پایه یک پایه ببافین. بعد اینکه پایه ها تموم شد روی 2 زنجیره این قسمت که بعد از پایه ها داریم یک پایه و یک پفکی، دوباره 2 تا زنجیره روی این قسمت یک پایه و روی پایه ها مثل همون رج قبل بافته میشه. فقط توی این رج ما پفکی همون رسید به یک دونه. این رج رو ببافین. خب آخر رج دوباره روی 2 زنجیره که یک پای بافتیم 2 زنجیره میزنیم و سر پفکی اول وصل میکنیم. خب حالا میرسیم به رج آخر. رج آخر سر همین پفکی که هستیم 3 تا زنجیره میزنیم، به منزله یک پایه هستش. میریم بعدش بلافاصله داخل 2 زنجیره، داخل اون 2 زنجیره هم یک پایه میبافیم. بقیه پایه ها روی هر پایه یک پایه میبافیم تا برسیم به 3 زنجیره وسط. خب 3 زنجیره وسط که رسیدیم دوباره 2 تا پایه، 3 زنجیره و 2 تا پایه میبافیم. بعد از اینکه 2 تا پایه رو بافتیم دوباره در ادامه روی هر پایه یک پایه ببافیم تا برسیم به قسمت پفکی. خب روی پایه ها رو که بافتیم رسیدیم به این قسمت. روی این قسمت روی 2 زنجیره یک پایه بلند میبافیم. روی خود فندقی، بالای فندقی یک پایه دیگه میبافیم و روی 2 زنجیره بعدی یک پایه میبافیم. دوباره بقیه پایه ها رو روی هر پایه یک پایه میبافیم و وسط بافت که رسیدیم به گوشه کار 2 پایه، 3 زنجیره و 2 پایه رو میبافیم تا آخر رج. خب آخر رج که رسیدیم آخرین پایه رو که روی 2 زنجیره بافتیم روی سر این 3 زنجیره وصل میکنیم و بافتمون تموم میشه. این میشه از بافت موتیف رو تختی که خیلی موتیف
شیکی هستش برای هم برای کوسن هم برای رو تختی یا پتو. اگه بخوایم ما این بافت رو ادامه بدیم بزرگترش کنیم، از این رج بعد یه رج دیگه میتونیم دوباره اینجا که وصل کردیم روی 3 زنجیره بزنیم و روی هر پایه 1 پایه ببافیم و دوباره به گوشه که رسیدیم 2 پایه 3 زنجیره و 2 پایه رو ببافیم و یه رج دیگه ادامه بدیم و بافت رو بزرگتر کنیم. موفق باشید.